امروز اومدیم با همدیگه یه میرزا قاسمی خیلی خوشمزه رو روی آتیش با همدیگه تجربه کنیم. امروز میخوام بیارمتون به طبیعت، با طبیعت دوست باشیم، در کنار طبیعت آشپزی بکنیم، فقط به شرط اینکه طبیعت رو از بین نبریم. اینو همیشه توجه داشته باشید که اگر رفتی توی طبیعت خواستی به هر نحوی آشپزی کنی، خواستی لذت ببری، به هیچ عنوانی طبیعت رو آلوده نکنی. با من امروز باید همراه باشی، بریم برای درست کردن یه میرزا قاسمی بسیار خوشمزه. با من همراه باش، بزن بریم. امروز گفتیم این آقا ستار برای ما این چوبا رو ببره که بتونیم باهاش یه میرزا قاسمی آتیشی درست کنیم. اولین چیزی که احتیاج داریم برای درست کردن میرزا قاسمی، نیاز داریم به یه بادمجون. بادمجونا رو باید تو این سبک باشه، تو این سبک اندازه باشه، بزرگتر انتخابشون بکنید، نگاه بکنید، دقت بکنید که پوستش سیاه باشه. اگر بنفش بود به هیچ عنوانی خرید نکنید، چون مغزش زیاده، دونه های زیاده و بادمجونتون به چرخی میزنه. پس نیاز داریم به بادمجون. اندازه ها رو براتون مینویسم. نیاز داریم به گوجه فرنگی که این گوجه فرنگی رو هم کبابی میکنیم، بعد پوستش رو میگیریم، خرد میکنیم و تمام مراحل با همدیگه دونه دونه اجرا میکنیم. پس این دو تا موادی که تا اینجا احتیاج داریم به سیر، که من سیرها رو پوست کردم که اینا هم قشنگ بهتون میگم چیکار باید بکنید. نیاز داریم به گوجه فرنگی یه مقداری برای اینکه رنگش رو خوشمزه تر بکنیم. آقا ستارم که اون کنار واسطاده و داره برای ما چوبای خشک رو جدا میکنه از درخت که برامون تیکه تیکه کنه که بتونیم آتیش داشته باشیم. خب الان این بادمجونایی که داریم اینجا رو ببینید، اگه من اینطوری سیخش بکنم اینا کج میشه و میفته. یه خورده اوریب میزنم که این بادمجون صاف بمونه و یکی در میونم به این صورت میزنمش. اینا رو میذارم روی منقل تا کاملا کبابی بشه و بتونم ازش استفاده کنم. اگه سیخ هم نداشتید میتونید روی سیخ هم نذارید، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. اینا رو من سیخ میکنم. میخوام گوجه ها من به صورت کبابی آماده بکنم. گوجه فرنگی هارم اینجا به سیخ میکشم و اینا رو هم کبابی میکنم در کنارش، چون دلم میخواد که یه بوی دودی به این میرزا قاسمی بدم. اینجا سیرا رو رنده میکنم، چون توی روغن باید سیرا رو سرخش بکنه. میرزا قاسمی از غذاهای بسیار خوشمزه و اصیل گیلانی هستش که توی خود گیلان به همین سبکی که من دارم به شما آموزش میدم درست میکنن. روی زغال اون بوی دودی که بهش میدن از طریق اون آتیش زغال هست و بسیار خوشمزه میشه. سیرا رو توی قابلمه گذاشتم روی آتیش که سرخش بکنم. اولین کاری که میکنم سیرا رو سرخ میکنم. اینم آتیشمونه در حال آماده شدنه که من الان دیگه بادمجونا رو هم کنارش میذارم. اینجا بادمجونا رو روی آتیش قرار میدم که کاملا کبابی بشه. میرزا قاسمی همراه با دود خیلی خوشمزه میشه، حتما امتحان کنید. حالا بادمجونا رو قرار دادیم روی یک زغال دودی بسیار خوشمزه، یعنی اینو بسیار خوشمزه میکنه. همین دودی که داره از این بلند میشه این بادمجون خیلی لذیذ و خوشمزه خواهد کرد. یه خورده روی بادمجونا رو از این چوبای زغالی میذارم که قشنگ روشم پخته بشه. خب این بادمجونا که کبابی کردیم میذاریم کنار. اینجا میریم با کمک یه دختر گل خوشمزه من شروع میکنیم پوستا رو بگیریم. محبت کن گلم، پوستا رو بگیر ببینم چیکار میکنی. آفرین. گوجه فرنگی رو کامل میگیریم. بادمجونایی که من گذاشتم کبابی شد و داخل کیسه قرار میدیم. به این دلیل شما داخل کیسه میکنید که به راحتی پوستش رو بتونید ازش جدا بکنید. الان این دختر گلم اینا رو بر من پوستا رو جدا میکنه و ما بعد از این باید بریم برای خرد کردن و سرخ کردن نهایی. کاهاشو من میزنم اول که بتونم اینو کاملا خرد کنم. این قسمت سیاهی رو کاملا جدا ازش بفرمایید که سیاهی ها نباشه.
گوجه رو حتما کبابی کنید. اگر کبابی کنید یه طعم خیلی خوشمزه‌ای رو میگیره. خب این مغز سفید گوجه فرنگی رو حتما جدا کنید. ببینید اینا رو من کاملا با این خوردش میکنم و جمعش کنید بریزید داخل همون قابلمه که سیر رو سرخ کرده بودید. بادمجونا رو ببینید من قشنگ ساتوری کردم با این سیر. الان میبرم میذارم روی زغالم، یه مقدار روغن میزنم که اینا سرخ بشه. این بادمجونی بودش که بهتون گفتم بذارید داخل کیسه. ببینید وقتی داخل کیسه قرار میدید پوستشو که میکشی به راحتی ازش جدا میشه، خیلی راحت و گوشتشو جدا نمیکنه. هنوزم بادمجونام یه مقدار داغه. ببینید بادمجونا رو راحت پوستشو میگیرم و میکشم. حتما این کار رو همیشه بکنید. این قلق این کار هستش که گوشت بادمجونتون جدا نشه. داخل یک کیسه حتما قرار بدید. یه 5-6 دقیقه اجازه میدید بمونه تا اینا راحت از این جدا بشه. ببینید خیلی راحت بدون اینکه اصلا گوشتی جدا بشه ما اینو جدا کردیم ازش. خب حالا دختر گلم هم میخواد کمک من بکنه. یه بادمجون رو برداشته که برای من پوستش رو بگیره. ببینید چقدر راحت داره این پوست جدا میشه. حتما به این نکته توجه کنید. گوجه فرنگیمون ببینید داره کاملا سرخ میشه و آبش رو داره از دست میده. یه مقدار آبش رو که از دست داد من بادمجونایی که خرد کردم و داخلش میریزم. اینا رو ریز میکنید. اگه تخم زیادی داشت تخماش هم جدا کنید. تخماشو جدا کنید که داخل میز قاسمیتون شکل قشنگی پیدا نمیکنه. خب حالا این بادمجون هم ببینید میریزم داخلش و اجازه میدم با این گوجه سرخ بشه. یه مقدار بغلش رو میزنم کنار و اینکه خوش رنگ تر بشه یه قاشق رب گوجه فرنگی هم توی مرحله بهش اضافه میکنم. خب ببینید این مقدار ربم کنارش اضافه میکنم و سرخش میکنم و با مواد مخلوطش میکنم. این خیلی خوش رنگ ترش میکنه. عرب حتما استفاده کنید داخلش. گوجه فرنگی زیاد نزنید چون اگه گوجه فرنگی زیاد مصرف بکنید یه طعمی از املت میگیره و فکر میکنه املت دارید میخورید به جای میرزا قاسمی. خب ببینید داره قشنگ میپزه. من درش هم گذاشتم که مرحله پختش زودتر صورت بگیره. در این مرحله تخم مرغ رو اضافه میکنید بهش. من برای این مقدار تقریبا 3 تا تخم مرغ میزنم. تقریبا 3 تا تخم مرغ میزنم. خب تخم مرغش هم اضافه کردیم و این میرزا قاسمی خوشمزمون حاضره. دیگه میبریم یواش یواش برای سروش. به به.